خوش اومدین به دومین ویدیو کانال فریکس. خیلی حمایت عالی بود، کلی کامنت گذاشته بودین، 13 تا ساب گرفتم ازتون، خیلی ممنونم. امیدوارم حمایت بیشتر باشه. پس حتما فریکسی باشید و ویدیوها رو نگاه کنید. اگر ویدیو رو نگاه نکنید یک از این دوستان متوجه نمیشید. طبق توضیحات ویدیو قبلی بهتون دادم قرار تو ویدیو سوم جایزه بده که اطلاعات بیشتر تو ویدیو بعدی بهتون میگم، ولی از همین الان ساب کنید چون ساب نشدین جایزه رو تحویل نمیگیریم، اصلا نمیگیم بهتون. لطف کنید حمایت کنید. اگر بعد این ویدیو چند نفر زیاد عضو گرفتین کامنت هر چقدر میتونید بذارید، 10 تا 20 اصلا فرق بذارید، مهم کامنتتون بذارید به امید خدا بیشتر شیم و دیگه بریم دوره ها. فقط این جایزه جمع که تو ویدیو سوم بهتون میگم خیلی جمع خوبیه. بسته به حمایتاتون ممکنه به 1 نفر بدیم، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر. این دست امروز ما گرفتیم، بریم برای شروع ویدیو دیگه. اینم دست دارم به افتخار شما، بزن بریم. امید خدا یه جوری بزنیمشون با کمک شماها خودشون نفهمن از کجا خوردن. آقا ببخشید از یه ذره صدای من کمه، به دلیل مشکلات فنی اینجوری شه، ولی بزرگی درست میشه، نگران نباشید. واقعا ببخشید ولی یه ذره صدا اوه منو زد نگران نباشید، یه جوری انتقام میگیرم خودش نفهمه. اوه بنازم اوه اسنایپریه که میگن منم. خدا کنه ما رو نزنه. بنازم چطوری زدیمش؟ بناز های آخ نازم اگم نمیاکم بنازم بچه حال کردیم. آقا ویدیو قبلی موبی بود، این ویدیو پرویه، پرو فقط میخوایم پرو باشیم. لطفا شما حمایتتون انجام بدین که ما بهتر از همیشه گیم بزنیم. بازی بنازم اوه رفتم تو یخ نبود چرا. مثل بچه ها نگران نباشید، یه جوری انتقام میگیریم خودش به دست پام میفته. و الان دیگه قبلی نوب بازی بود، این دیگه باید پرو بازی باشه دیگه. جن در دیگه آخرانده یادتون نره. رو ایامزونی با پیجای دیگه مثل خانواده هر کسی میشناسید ساب کنید که توی مسابقه شرکت کنید. با امید خدا بتونید اکانتتون رو برید بالاتر. این خودشی همونم این خود من اسنایپ بازه. میخواد منو بزنه. بنازم بچه حال کردین نه به این راحتی ها نیستیم. بازی مرگ و زندگیه. ببخشی اگه منتظرم ویدیو خورده کوتاهه، با امید خدا از این به بعد ویدیو با کیفیت‌تر میشه. اون ویدیو که دیروز دیدین و ادیتش خودم زدم، برای هم یه ذره بد بود. به زودی با کمک شما ایشالا ادیتور میگیریم.
فرید بیاد بیرون یه جایی بزن. اوه 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 من اول زدم. نه من اول زدم. وای حاجی خیلی بد شد. با 8 چون منو زد برادر کرد. آقا دیگه نمیخوام بهش رحم کنم. جوری میخوام بزنم خودش نمیم از کجا خود بذارید همینجوری از اونا بخوریم. بناموزم چقدر پیر کنم. اگه تونست بیاد جلو این الان حتما اصلی رو میگیره. منم با یه چاقو تک میزنم وسط کلش. اوه بناموزم نه بابا غلطه. اینم اندازه الان از این بر به یه دیر نبوده. اوه خوی خیلی برنده. با امید خدا این جمع دوباره ناکت میشه منو بگه نو بازی. آها راستی ویدیوی بعدی میخوایم یه کاری کنیم. اگر حمایت ویدیو بعدی خوب باشه با امید خدا چند دیگر یه لایو میذاریم با صدای خودمون. این صداها شبیه سازی صداست مال من نیست اصلا. پس لطف کنید هم لایک کنید هم ساب کنید. آخر ویدیو هم چک کنید که لایک سابتون پیدا نباشه. کامنت هم که بذارید دیگه خیلی لطف میکنید. به امید خدا میاییم بالا با کمک شماها. این ویدیو به ادامه خیلی زیاد خیلی ویدیو مهمی اگه حمایت زیاد باشه چون برای ویدیو بعدی این ویدیو خیلی تاثیر گذاره. ببین حمایتتون چطوری. پس قرار ما تو ویدیو بعدی با 110 تا زن برای یک نفر. نگران نباشه اگه پیجا زیاد بشه جایزه ها رو هم بیشتر میکنیم. اوه میخواست منو اوه 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 دوباره منو زد. بود یه در عجیمشون برید یه پریزن تموم بود کارش. مهم نیست برای شما حتی قادرم جونم هم بدم. پس تو ویدیو بعدی قرار ما ویدیو بعدی با 110 تا زن برای یک نفر. از اگه حمایت زیادتر باشه جمع هم بیشتر میشه. اگه خیلی حمایت بره بالا مثلا ممکنه جماعت به تا 10 نفرم بره. به هر حال باید هزینه کرد. اوه اوه بچه حال کردیم اینجوری میزنه. آقا رسید کشیده شد به باند آخر. حتما اسنایی باید داره من باید برم. یه اصلای بدکاری یه دونه چاقو برای شما که اگه خواست شیطونی کنید یه تیه بزنید. میخوایم یه کاری کنیم اول کورش میکنیم با یه چیز کارش باید میسازیم. اوه واو باش شاید دیگه ما اومدیم نوی در میاد. اگه حمایت زیاد کنید ما دیگه از این نوب بازی ها در میاد. کلا یه ویدیو میسازیم که شما مورد علاقتون بشه. به زودی مستر ماشا دست ما رو میبوسه با همت شما. خدا نگهدار. با امید خدا ویدیو بعدی میبینمتون که قرار جمعم جایزه بزنیم.